آزاده مرادی هستم. از همدان ایران خدمتون رسیدم. این نمایشگاه با حضور 32 هنرمند داره تشکیل میشه و برگزار شده به کمک کاک بختیار سعید از مؤسسه هفت رنگ در سلیمانیه. بیش از نیمی از هنرمندان رو زنان تشکیل دادن. حدود 110 اثر در نمایشگاه وجود داره. در رابطه با اینکه چطور این نمایشگاه رو تشکیل دادیم، در ابتدا هنرمندی رو از سلیمانیه من به دانشگاه بوعلی سینای همدان دعوت کردم برای ورکشاپ. از 4 تا 11 می این نمایشگاه هست تا جمعه. در ایران هنرمندان زن زیادی وجود داره، مخصوصا در دانشگاه ها. الان در کلاس های ما بیش از 80% هنرجویان ما زنان و خانم ها هستند و نقش پررنگی در هنر، فرهنگ و ساختار کشور ما، ساختار فرهنگی هنری ما دارند. همونطور که بیش از نیمی از هنرمندانمان در این نمایشگاه زنان هستند، همین حدود هم آثارشون در نمایشگاه وجود داره. من خودم قائل به تفاوت بین زنان و مردان نیستم، مخصوصا در آثار هنری، اما حال و هوای آثار زنان همونطور که احساساتشون متفاوته، رنگ و بوی زنانه به کارهاشون میده و مطمئنا همین در آثارشون هم دیده میشه. نقش زنان، نقش زن بودن، مادر بودن، چگونه فرزند بودن، دختر بودن، مطمئنا تفاوت ایجاد میکنه در آثارشون، وگرنه به نظر من هیچ تفاوتی وجود نداره.